عظما بابا این چه وضعش آخه؟ هی حاج قاسم میکردی آخرش این بود ما رو اینجا انبار کردی که چی بشه آخه؟ ببند بابا، چی کارتون کنم؟ برم بذارمتون تو میدونای شهر کوکتل بارونتون کنن؟ خب آخه پس چی شد اون اقتداره؟ اون از کتلت شدنم، اینم از کوکتل پارتی که برام راه انداختن. خب یه فکری بکن آخه. میخوای ببرم یکیتون رو بذارم تو استادیوم فوتبال؟ استادیوم فوتبال؟ آره دیگه، اونجا خوبه، ملت سرگرم فوتبالن، کسی کاری بهتون نداره. اگرم کسی گفت این چیه، میگم بگن مجسمه رودبولیت ریش گذاشته. خوبه؟ بینندگان عزیز، در اوج اقتدار مسابقه فوتبال رو براتون گزارش میکنیم. این بازی یکی از دستاوردهای دیپلماتیک دکتر رئیسی هست. اجازه بدید من بازیکنان دو تیم رو خدمتتون معرفی کنم. تیم الاتحاد چرا داره میره بیرون؟ اطلاع میدن که به دلیل وجود مجسمه حاج قاسم تیم مهمان زمین رو ترک کرده. همه از داور و تماشاگر شعار میدن برش دار، این کتلت رو برش دار. اصلا بازی فراموش شد، همه دارن به سمت قاسم چیز میز پرت میکنن. بله، اما این چیزی از اقتدار ما کم نمیکنه. اصلا تیم مقابل میخوایم چیکار؟ خودمون وای میستیم شوت ضرب بازی میکنیم. ما اجازه نمیدیم به مجسمه حاج قاسم اهانت بشه. جمعیت یک صدا حاج قاسم رو تشویق میکنن. کتلت تو فوتبال نمیخوایم، قاسم آشغال نمیخوایم. کتلت تو فوتبال نمیخوایم، قاسم آشغال نمیخوایم. بله، ظاهرا مشکلی پیش اومده. تماشاچی‌ها ریختن مجسمه حاج قاسم. اوه یه بار دیگه کتلت شد که. قاسم بابا، مجسمت هم برای ما درد سره. اول که همه تو استادیوم ما رو به فوش بستن، بعدش هم که به قول فوتبالیا هتریک کردی، اما هر ستا رو به خودمون زدی. عظما هرچی گفتم من رودگولیتم، اصلا کسی باور نکرد. آقا ما اصلا نخواستیم، نه ما رو تو میدون بذار، نه ببر تو استادیوم، بذار به درد خودمون بمیریم و همینجا. طیبالله، عجب شبی شد. خجسته، شام چیه؟ کتلت. ای درد کتلت، ای زهرمار و کتلت، ای کوفته کاری و کتلت.